سلام درود دوستای نهایت عزیز، امیدوارم جور و صحتمند باشین. امروز با دو پروژه دیگه در خدمت شما هستم که پروژه ماینینگ تلگرامی است. یکی با نام سیمپل تاب است و دیگهش با نام پیکتون. حالا میریم با هم کار میکنیم. خب ما اینجا قبلا از لینکش دانلود کرده بودم، حالا سر یکی از پروژه ها میریم، سر همین پیک میریم. خب این استارت میزنیم. خب دوستان وقتی که سر لینک کلیک کنیم به این صفحه میه، به لود شده صفحه. خب این ما راهنمایی میکنم که شما اینجا بیزن، از اینجا میتونید خریداری کنین این پیگ ها رو. اول شما راهنمایی میکنم میگه اینا رو یکی باید دیگه بکنید که لیول اصلا بالا میره. خب میگه برو سر استیج برو بالا کو، راهنمایی میکنم و میگه بزنی پس پایین میه، پس برای میتونیم سر استیج ببریم. خب دوستای چند نپشن داره پایین، یکی دو سه چهار پنج نپشن داره که هر کدامش کارهای مختلف میکنه که میری برای شما تشریح کنیم. این شاپش هست و این بوست و این خانه یکی تپ کنی خریداری میکنه برای تنی پیگار بر تو خریداری میکنه و از اونجا خریداری میشه و از اینجا خریداری میشه و هر کدام به نوبت ما شما کار میکنه. حالا برای شما میگم. خب از اول اگه بریم سر شاپ بریم، شما ببین که اگه میخوایم میگه بیشتر سرعت من خود بالا برین انکریز کنین و 90 دانه پیک شما نیاز دارین، دیگر ایش بخشش لاکه و یک دانه اونجا نمیشه. و ما فعلا چند دانه چیز داریم، پیک داریم. ما فعلا 40 دانه پیک داریم دوستا، 40 دانه پیک اونجا داریم. و پایینی که نشان میده ایجر یه موسیقای ما است که توسط موسیقا ما میتونیم که پیگای ما رو پیگای خود افزایش بدیم. خب در این بخش بوست می خب میتونیم سرعت خود بالا کنیم. 20 دانه از ما اینجا چی میگیره؟ سرعت ما بالا میبره، 20 دانه پیک از ما میگیره. خب من کار سرعت خود بالا نمیبرم. و در این بخش دیگه که بیم این شما یک سر جو که میکنم یک دانه برای ما خریداری میکنه از این سکه های ما اینجا میره و یک با یک سر یک دیگه بیارم میشه دو میشه و ما بیایم سر زمین که سر استیج بردم و استیج پس پایین کنم و ایر با یک جا کنم چی میشه؟ لیول هم بالا میشه، لیول هم بالا میشه و پس دوباره لیول 3 شدم. ما ایر سر استیج بالا میکنم که برای ما ماین کنه و این بخش دیگه ایشه از یکی از اینجا که خریدم از این میتونیم خریداری کنیم. یک از طریق پیکی داشته از این پیک میتونیم خریداری کنم. خب سر پیک ما اوکی میکنم. خب شما ببینید که همین یک دانه لیول پیک همین خرسک است چی هست اینا. یکیش هم میتونم در 278 سکه بخرم، دویش رو میتونم در 60 سکه بخرم، سهش رو میخوایم در این قدر میتونم بخرم. خب ما فعلا چون ما یک دانه دو میخرم، خب دو خریدم مجبورم بریم یک دانه دو دیگه هم بخرم. یک دو دیگه هم خریدم، این دو درمین با ای. خب یه هر دو رفت بالا. خب ما یه نار با هم یک جای میکنم میم 3 شو که لیول بالا بره. خب این بازم سر سیج بالا میکنم اینجا که بره و این بریم توفه دارتون مثل کنم که بینید چیه. خب یک دانه پیکی داره. خب این بخش پیک که از دو جای ما میتونیم که پیک خریداری کنیم از این سکایی که در من میشه برای ما برای شما کار کردیم. و این بخش بعدیشه که بخش اینوایت است که سر از اینوایت کلیک کنیم دوستا. شما ببین اینجا نوشته است دوستا که زمانی که تو دوستای خودت دعوت میکنی 40 دانه پیک هم به تو میده و هم به رفیقت میده. این دو طرف از لینک ما ببین هم برای ما میده هم برای شما میده و از دوستای شما که از لینک شما بره هم برای شما 40 تا میده هم برای زو میده. و اینجا پایینش هم گفته که اگه تلگرام پریمیوم داشته باشین خب 200 تا میده. هر دوستایی که تلگرام پریمیوم داره یا که دوستای شما پریمیوم داره با اونا اگر روان کنین 200 دانه برای شما پیک میده.
خب از این بخشم میگذاریم و دوستا یک بخش دیگه اتو داره که نمیفهم می بخش برای شما گفتم یا نگفتم. سر از این بخش کلیک کنیم. اتو ما دیگه نیاز نیست که ما اینجا بیم هر روز بیم یا داخل برنامه باشیم که بریم ماین کنه پیک و در این برنامه میتونیم که ما فقط اتو زیر فعال کنیم و خودش برای ما ماین کرده بره و این که بیم فعال کنیم چند دانه میخواد 450 دانه پیک میخواد که فعلا ما ندارم. خب دوستا دیگه کدام کار نداره. بخش لیدر بوردش بالا دوستا لیدر بوردش که بزنید نمایش میده که شما در کدام ردیف ردیفایی که دوستای افغانی ما هستن اونجا فاز افغانستان نوشته میبینیم. ما فعلا 10.64 هزار دارم و اونا خیلی از ما پیشن بگیرن. خب ما چون تازه شروع کردیم. خب در بخش ماینینگ که میم میگه شما بخاطر کافی پیک نداریم که بیاین شرکت کنیم فعلا. خب خیر از این میگذاریم. خب توفاقه زیرم وا میکنم دوستان که ویدیو طولانی نشود. خب این یکی با دیگری اجرا میکنیم این داره این تو اجرا میکنیم باز پس دوباره با دیگه اجرا میکنیم همه دیگه بسیار راحت کارش سخت نیست. خب دوستا میم سر سیمپل تاب و سیمپل تاب که اوکی کنیم این خود جوین کمیونیتی نام میزنیم استارت میزنیم. زمانی که استارت بزنیم به این صفحه میاد اینجا از ما چی میخواه ایمیل ما میخواه که بگه به ایمیل وارد شیم. خب من یکی از ایمیل ها رو میزنم به ایمیل. خب کانتینیو رو میزنم استارت فارمینگ. یکی پروژه فارمینگ و پروژه قبلی که ما پیش رفتیم پروژه چیز بود پروژه میتاورس بود. خب علی اینجا دوستا داره برای ما ماین میکنه و این برای ما بعدا میایم مثل ازی که کلیم میکنیم گفته 7 ساعت و 59 دقیقه در بالا نوشته که این دوستا اینجا نوشته که 759 دقیقه بعد میایم که این بگیریم و فعلا برای ما 100 دانه تاپ هم داده. چند دانه 100 تاپ هم داده برای ما که ما بیایم اینجا این تاپ بزنیم. اما 100 دانه رو میتونم که امروز تاپ کنم. خب این میتونیم به رقمی من مصدق نظر بگیرم بازو منتظر شوم که زمان زی فرش شود. و دوستا ما باید این تکسایی که اینا در اینجا تکس هم بگیریم که تکسای زیر که برم این میگه تلگرام بار جوین شو میگم باشه باز میگه میری چک کن دیگر میگه جوین شو درست و همین تو دانه دانه همه از اینا جوین میشم. اینجا میگه فالو کو میگم چک کو و همه از اینا تکسای از اینا چی میکنم انجام میدم. وقتی که سری گو کلیک میکنی سری چک باز چک میکنی که من انجام دادم بود. خوی تویتر بود که چک کنم اینترنت یکم ضعیفه دوستا به اون خاطر که فعلا چیز نمیکنه و شما اینمی کارا که انجام بدین چون نمیخوایم که ویدیو بیشتر طولانی شود. من کم از تکسایز رو انجام دادم دیگه بعدا انجام بدم 478 تا سیمپل تاب برمی داده. خب این تکسر رو انجام بدیم و پایینم بوست هم داره که این کامنسون نوشته و از این وایت هم از این میتونین دوستای خود دعوت کنین. تشکر دوستا از توجهتان. امیدوارم که استفاده خوبی برین. ممنون.